درود دوباره به شما همراهان گرامی. بالاخره رسیدیم به قسمت‌های خوب گرامر. بالاخره وارد شدیم. ویدیوهای پیشین همه درباره چیزای ابتدایی و سطح دیگه خیلی پایین‌تر بودن. فعل بودن و دیگه مال کیه، مال منه و مال اونه و از اینجور چیزا. و بالاخره رسیدیم به present simple، حال ساده، زمان حال ساده. اینو برای چی استفاده میکنیم؟ اینو ما در عادتهای روزانه چی کارا میکنیم؟ برای گفتن چیزهایی که حقیقتن، چیزهایی که درستن. به عنوان مثال امروز دوشنبه است، یا اینکه چه میدونم پدر من یه جایی کار میکند، پدر من دکتر است به عنوان نمونه، یا اینکه برادر من هر روز ورزش میکند، این عادته، یا اینکه ماه سفید است، این حال ساده است. و عرضم به حضورتون که دستورالعمل ها، گزارش های ورزشی و خبری و چیزهایی که در حالت عمومی درستن، حقیقتن، و بعضی چیزهایی که به طور روزمره و به طور مرتب اتفاق میافتن و انجام میشن. حالا چجوری یه دونه جمله حال ساده به انگلیسی میسازیم؟ فارسیشو اول بگیم بهتر میشه. این جمله مثبت یعنی جمله ساده. به عنوان مثال I drink coffee in the morning. من قهوه می نوشم در بامداد، در صبح. من صبح قهوه می خورم، قهوه می نوشم. این یک چیزیه که هر روز اتفاق میفته، صبح اتفاق میفته، یه چیز عادیه و این یک چیزیه که تکرار میشه، یه چیز مکرره، اتفاق میفته هر روز صبح. و واسه همین ما برای نوشتنش از حال ساده استفاده میکنیم. حالا این برای اول شخص مفرد من بود. برای دوم شخص مفرد You drink coffee in the morning. تو در صبح در بامداد قهوه می نوشی. حالا He drinks coffee. She drinks دیگه coffee. It drinks coffee in the morning. خب حالا چی شد؟ اوی این هی او مرد، شی او زن، ایت او چیز یا حیوان. قهوه می نوشد، آبیش میکنم، می نوشد، او می نوشد. حالا چه مرد، چه زن، چه چیز بیجان یا حیوان. زمانی که ما درباره سوم شخص مفرد او، زن، مرد، شیء یا حیوان جمله میسازیم، یه دونه اس
به ته فعل اصلی اضافه میشه. اینا براتون توضیح میدم. و برای we you they drink، برای ما شما آنها، ما ریخت ساده فعل رو استفاده میکنیم drink. پس چی شد؟ این فعل تنها برای سوم شخص مفرد او مذکر مؤنث و چیز یا حیوان فعل دگرگون میشه، یه اس بهش اضافه میشه. حالا چگونه میفهمیم که این اس رو چجوری اضافه کنیم؟ پشت چه واژگانی اضافه میکنیم این اس رو؟ الان بهتون میگم. اگر که فعل با حرفها یا صداهای اس، ش، چه یا اکس یا او و همچنین زد پایان بیابند، یعنی اگر مثلا این فعل باشه اینجا و تهش یکی از اینا باشه، یا اس باشه یا ش باشه یا چه باشه، اینم چیزش کنم، یا اکس باشه تهش او و زد، این آخرش ای اس میگیره. چگونه؟ به عنوان مثال گو یعنی چی؟ یعنی رفتن. برای هی شی ایت این تبدیل میشه به، نکنید تهش او داره، این هم هست، ای اس میگیره. goes، go یعنی رفتن. اگه میخوایم بگیم اون میره، او میرود، میشه goes. he goes، she goes، it goes. یا مثلا watch، گفتم که watch هم میشه ساعت مچی، هم میشه نگاه کردن، فعل نگاه کردن. اگه بخوایم بگیم اون مرد او داره نگاه میکنه، چی میگیم؟ he watches. این هاشش watch بون خود فعله، اصل فعله، به خاطر اینکه با چه پایان یافته یه ای اس به تهش اضافه میکنیم به همین سادگی. یا مثلا finish، یعنی با چی پایان یافته؟ با صدای ش. اگه خواهم بگیم آن زن، این finish یعنی تمام کردن، پایان دادن. اگه بخوایم بگیم آن زن پایان میدهد، she finishes، es میگیره باز. she finishes، آن زن پایان میدهد. یه مثال دیگه از اس kiss. آقا kiss یعنی بوسیدن. he kisses ای بابا his wife، یعنی چی شد؟ آن مرد زنش را میبوسد. به همین زیبایی، به همین خوشمزگی. حالا یه جوری دیگه هم داریم، این یه قانونشه، اجازه بده اصلا کلی مونده. یه قانون دیگه داریم به نام حرف Y. اگر یک مثلا این یه واژه است
با یک حرف بی صدا و همینطور تهش یه دونه وای باشه چی میشه؟ بهش یه دونه IES اضافه میکنیم. حالا منظور از این بی صدا چیه؟ بی صدا رو که همتون میدونین حروف صدادار اینان، اجازه بدین، A E I O U اینا با صدان. حروف دیگه بجز اینا هرچی باشه بی صداست. به عنوان مثال اینها study، ببینین با یه وای پایان یافته و پیش از وای صدا قبل از یه بی صدا قبل از وای هست. دی با وای تموم شده، پایان یافته، پیش از وای یه دونه بی صدا داره. این تبدیل میشه به این وای رو حذف میکنیم، میشه studies. he she it، او سوم شخص مفرد، studies درس میخواند یا مطالعه میکند، studies. و دیگه چی؟ try. این try یعنی تلاش کردن، یعنی سعی کردن. با وای پایان یافته، حرف پیشینش هم بی صداست. چی میشه؟ she tries IES این هاشش. آن اوی مؤنث تلاش میکند، کوشش میکند، میکوشد. همینجوری فرمونش همینه، به همین زیبایی، به همین شیوایی. و اگرم دیگه چیز ساده ای بود، یک واژه ساده ای بود که به یک بی صدا تموم میشد، با یه حرف بی صدا پایان میاد، پایان پیدا میکنه، یه دونه اسم تاش اضافه میکنیم. مثلا چی؟ work یعنی کار کردن. he she it works، یه دونه اس خالی، تمام شد رفت. دیگه چی؟ look یعنی نگاه کردن. حالا شاید براتون سوال پیش بیاد که تفاوت میان look و watch چیه؟ این میشه تماشا کردن. وقتی که میگیم watch یعنی یه چیزی رو با دقت نگاه میکنیم، مثلا که فیلم میبینی یا فوتبال میبینی بهش توجه میکنیم. ولی look یعنی یک نگاه ساده، یعنی زیاد توجه نمیکنی. خب looks، he looks at my dog یعنی چی؟ او به سگ من نگاه میکند. این زمان حال ساده است. برای چی؟ درسته که این یک عادت نیست، همیشه تکرار نمیشه، مکرر نیست، ولی یک حقیقته، یک جمله درسته. برای حقیقت ها جمله درسته، برای فکت ها از حال ساده استفاده می شود. به همین سادگی، به همین خوشمزگی. خب پس ما گفتیم که این اس ES IES یا اس خالی، این برای هی شی و ایت استفاده میشه. برای اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد و تمام اشخاص جمع استفاده نمیشه، تنها برای سوم شخص مفرد استفاده میشه. حالا این که مثبتش بود، looks, studies, tries, kisses،
اینا. منفیش چجوریه؟ چجوری منفیشو بگیم آقا؟ برای مثال اول شخص مفرد من، اگه بخوایم راجع به فعل کار کردن صحبت کنیم، I don't work. من کار نمی کنم. این یک حال ساده، یک جمله ساده درباره حال ساده است که منفیه. don't. دقت کنید برای مثبت ما چیزی نداریم، فقط فعل خالی رو میذاریم. اینجا همینطور برای یور، همینطور برای هیشیت هم فقط فعل خالی رو میذاریم با یه دونه اس، یا ای اس یا آی ای اس. برای we you they باز هم فعل خالی رو میذاریم. اما وقتی میخوایم منفیش کنیم این دونته. این دونت همون مثل نمی یا نی نفی خودمونه، منفی میکنه. مثلا کار میکنم، کار نمیکنم، اون یه نمیذاریم جمله منفی میشه. این همونه. میذاریم پیش از فعل اصلی work، میذاریم پیش از اون و جمله منفی میشه. به همین سادگی، به همین زیبایی و به همین شیوایی. حالا برای او، ببخشید تو، دوم شخص مفرد. You don't work. تو کار نمی کنی. We don't. We you یعنی شما. They don't work. ما، شما، آنها کار نمی کنید، کار نمی کنیم، کار نمی کنید، کار نمی کنند. اینجا دیگه کار کردن تغییر نمیکنه یا کار نکردن تغییر نمیکنه. به صورت اتومات وقتی میگیم آنها، اینجا دیگه ترجمه میشه کار نمیکنند. مثل فارسی نیست که واژه تغییر کنه یه نند تهش بگیره. واژه برای چی تغییر میکنه؟ برای سوم شخص مفرد. he, she, it doesn't work. نکته خیلی ظریفیه. چرا نشد بگی دیگه؟ بله. برای منفی کردن همه اشخاص یه don't کافیه. برای منفی کردن he, she, it از doesn't استفاده میکنیم. و نکته خیلی ظریف و خیلی گوگلی اینجا اینه، آقا مگه نمیگیم اگه کار میکنه، او کار میکنه، اینجا بس اسش کجاست؟ قانون خیلی ساده. این داز گردن شکسته، این دزده. وقتی میاد اسو میدزده. داز دزده، اسو میدزده. وقتی که در جمله در حال ساده از داز استفاده میکنیم، داز یا دازنت، دیگه فعل اس نمیگیره. این یادتون باشه فعل حال ساده برای هیشی ایت زمانی اس میگیره که جمله مثبت باشه. زمانی که منفیه، اینجا منفیه و از داز استفاده میکنیم، فعل اصلی اس نمیگیره، یا ای اس یا ای اس یا آی ای اس نمیگیره. داز دزده، اسو میدزده. به همین سادگی، به همین شیوایی، به همین زیبایی. برای مثال he doesn't study. او درس نمیخوند، او درس نمیخواند. آن پسر، او مذکر درس نمیخواند. دیگه این studies نمیشه. برای چی؟ برای اینکه این دازه دزده، اسم اومده دزدیده. تمام شده رفت. it doesn't finish. میگه این تموم نمیکنه، پایان نمیده. ولی
اینجا دیگه es نمیگیره، finishes نمیگیم، چون این دازه لعنتی دزده، اسم ما رو دزدیده. حالا چگونه جملات پرسشی بگیم؟ چطور؟ الان بهتون میگم چطور. با تکنیک نون و پنیر آوردیم دخترتون رو بردیم که آشنا هستین. به عنوان مثال یه جمله ساده بگیم. این مثبت، این جمله مثبت، جمله ساده است. I eat pizza. یعنی من پیتزا میخورم. چجوری سوالیش کنیم؟ خیلی ساده است. میایم اینجا، ما یه سری واژه ها داریم به نام auxiliary. این auxiliary ها واژه های اضافی هن. حالا نه اینکه اضافی چیزای اضافه و زائد باشن، اضافی یعنی اضافه میشن. من میگم اضافی، اضافه میکنیم که جمله هم معنا داشته باشه. یه جفت از این واژه های اضافی یا افعال اضافی do و does هستند که اینجا خدمت شما آوردیم که does دزده، اسم میدزده. این does در واقع وقتی که منفی میشه تبدیل میشه به do not یا همون don't و does not یا همون doesn't. خب اینا واژه های اضافی یا افعال اضافی، افعال کمکی برای ساخت پرسش و جمله های منفی بیشتر توی زمان حال ساده استفاده میشن. میپرسین چطوری؟ من خوبم، شما چطوری؟ جمله سوالی برای این I eat pizza. من پیتزا میخورم. Do I eat pizza؟ ببینید این جمله ببخشید واژه کمکیه یا فعل کمکیه. اینجا گذاشتیمش، بعدش دیگه همین ساده است. دیگه نون و پنیر دیگه کلن یه جا میان اینور، عروس رو میاریم میذاریم اینجا. Do I eat pizza؟ یه مثال بهتر میزنم. We drink milk. مثلا ما شیر میخوریم. اینو چجوری سوالیش میکنیم؟ عروس رو میاریم اینجا، نون و پنیر رو میاریم اینجا. Do we drink milk؟ آیا بهترین چیزی که میتونم تشبیه کنم به فارسی آیا ما شیر می نوشیم؟ به همین سادگی. پس ما اینجا یاد گرفتیم که این دو برای در واقع جمله کمکیه I, you, we, you again, they هستش. از این دو استفاده میکنیم. حالا does برای چی استفاده میشه؟ فقط برای he she it. تنها he she it. تمام شد و رفت. پس اینجا اگه بگیم اون دختر شیر می نوشه، she آفرین drinks milk. چرا؟ برای اینکه جمله مثبته و اسم میگیره ته فعل drinks milk. سوالیش چی میشه؟ آفرین does she drink milk؟ چرا اینجا اسم نداریم؟ برای سوالشو بذارم. برای اینکه این دازه چیه؟
این تازه دزده، اس ما رو دزدیده. نگاه کن اینجا اس داریم برای جمله ساده مثبت، برای سوالی پرسشی اس نداریم برای اینکه دازه دزدیده. به همین شیرینی به همین شیوایی it makes a noise، یعنی این چیزه یک نویز، یعنی یک صدا، یه صدای درست میکنه، یه صدای تولید میکنه، یه صدای ایجاد میکنه. پرسشی چی میشه؟ Does it make a noise؟ این یعنی نهاد، این سوم شخص مفرد درست میکند یک صدا. این فعل چند فعل زشتی شد. حالا does، آیا او یا این صدایی درست می کند؟ اصلا دستخط رو ببین، دکترم و دکتر. خلاصه آقا، پس بهترین چیزی که میتونم داز رو باش مقایسه کنم در فارسی همین آیاست. حالا برای آنها یه دونه شی مثال زدیم، یه دونه ایت مثال زدیم، هی هم دقیقا مثل همین است. برای جمله پرسشی این فعل اصلی حرف اضافه، حرف اس تهش نمیگیره. حالا برای they، آنها they watch a movie، آنها یک فیلم تماشا میکنن، یک فیلم نگاه میکنن. پرسشی چی میشه؟ برای برای من، تو، ما، شما، ایشان از دو استفاده میکنیم. Do they watch a movie؟ آیا آنها یه فیلم تماشا میکنن؟ آره دیگه، این که تموم، پرونده این اینجا بسته شد. الان دیگه این چیزا تموم شدن. مثبت، منفی و پرسشی رو براتون گفتم چجوری ساخته میشن. یه دونه واژه اضافه auxiliary، فعل کمکی یا حرف کمکی داریم، واژه کمکی یا فعل کمکی. یه فعل اصلی داریم که برای هیشی ایت تش در جمله های مثبت تش یه es یا اس خالی میگیره. و اینم پرسشیان. منفی ها هم برای منفی we, you, they و you and I با یه دونه don't منفی میشن. و فعل هم، فعل اصلی هم اس نداره. he, she, it با یه doesn't منفی میشن، فعل اصلی هم اسش برداشته میشه. تموم شد و رفت. حالا یه نکته ظریف رو بهتون بگم، یه نکته تکمیلی برای پاسخ دادن به سوال ها. پاسخ کوتاه، مثلا do you ببخشید like this movie. الان این یعنی چی؟ آیا تو این فیلم را دوست داری؟ پاسخ کوتاه میشه yes I do، بله دارم، no I don't، خیر ندارم. این do و don't، این که برای اول شخص مفرد I یعنی من. حالا تک تک همه رو میگیم. yes you do، no you don't،
بعد از اون yes we do no we don't. بعدی yes شما این یو دوم یعنی شما no you don't. yes they do no they don't. بله. خب بله دارم، نه دوست ندارم. بله تو داری، نه تو نداری. بله ما داریم، نه ما نداریم. بله شما دارین، نه شما ندارین. بله آنها دارند، نه آنها ندارند. یه چیزی از قلم افتاده که اونم he she it، سوم شخص مفرد. این لعنتی ها همیشه فرق دارن آقا، این همیشه فرق دارن. برای پاسخ کوتاه برای او، مرد، زن یا چیز یا حیوان. yes he she it does no برم پایین تر no he she ببخشید it doesn't. به همین سادگی. بله بله او دوست دارد. حالا او میتونه زن باشه، مرد باشه یا چیز باشه. نه او دوست ندارد. تمام شده رفت. پاسخ کوتاه. و یه چیز دیگه هم من در فعلا اضافه کنم. یادتونه توی ویدیوی اول بود دوم بود گفتم که یه فعل‌هایی داریم که خاص هستن و برای هیشی ایت، برای سوم شخص مفرد در زمان حال ساده کلا دگرگون میشن و قانون خاصی ندارن. یکیشون have یعنی داشتن. I have a laptop یعنی من یه لپتاپ دارم. We have a house یعنی ما یه خونه داریم. برای he she it have تبدیل میشه به has. به عنوان مثال she has a dog، اون دختر یه سگ داره. he has a mobile phone، اون مرد یک تلفن همراه داره. it has a name، این حالا it یعنی یا یک چیز یا یک حیوان. به عنوان مثال مثلا یه سگ باشه میگیم it has a name، مثلا این سگ یه نام داره، بهش نگو طول سگ، اسمشو بگو. خلاصه اینجوری. و نکته پایانی اینه که ما یه سری قیدها داریم به نام قیدهای تکرار. من هر روز قهوه میخورم. من هیچ وقت به استادیوم نمیرم. من بعضی وقتا میرم مثلا شنا. چی میشه؟ always یعنی همیشه. usually یعنی به طور مرتب، به طور مکرر، به طور عادی. often یعنی هر از چنگایی. هر از چنگایی یعنی زیادتر از، به طور زیاد، یعنی از مکرر، از حالت عادی یکم کمتر. sometimes یعنی بعضی وقتا. never یعنی هیچ وقت. اینا رو به ترتیب گذاشتم. always یعنی 100%. usually یعنی چی بگم، مثلا 80%. often مثلا میشه
چون 67%، من همینجوری دارم خودم در میارم، ولی sometimes دقیقاً میشه 50%. never هم که دیگه میشه هیچ وقت 0%، هیچ وقت، هیچ گونه، هیچ موقع، هرگز. بله، اینا رو چجوری در حال ساده استفاده میکنیم؟ خیلی ساده است. سادگیشم به اینه، ما اینا رو پیش از فعل اصلی میاریم، پیش از فعل اصلی استفاده میکنیم. مثال نخستم یادتونه I drink coffee in the morning. من صبحها قهوه میخورم. فعل اصلی کجاست؟ فعل اصلی اینه، نوشیدن. پس اگه بخوام بگم من همیشه صبح قهوه میخورم چی میگم؟ I always drink coffee in the morning. همیشه میاد اینجا، من همیشه صبح قهوه میخورم. پس چی شد؟ قید تکرار پیش از فعل اصلی به کار برده میشه. She never watches Turkish TV shows. این یک زن رویاییه. اون دختر یا اون زن هیچ وقت شوها، برنامه تلویزیونی ترکیه‌ای نگاه نمی کند. حالا چرا اینجا نگاه نمی کند گفتیم به فارسی، ولی اینجا doesn't نیومده؟ برای این باید به جمله توجه کنید. never یعنی هیچ وقت، حتی اگه فعلم مثبت باشه. این یعنی اگه بخوایم تحت لفظی معنی کنیم، او هیچ وقت نگاه میکنه تلویزیون ترکی. وقتی هیچ وقت نگاه میکنه یعنی در واقع نگاه نمیکنه اصلا. واسه همین وقتی که قید تکرار میاریم میتونیم که فعلمون رو منفی نکنیم. She never doesn't watch Turkish TV shows. این اشتباهه. She never watches Turkish TV shows. وقتی که قید تکرار منفیه فعل اصلی میتونه مثبت باشه. بذار چیز ساده تر بگم. He usually goes to work at 8. این چی گفته؟ او مرد معمولاً ساعت 8 میرود. این goes میرود به کار، میرود سر کار. goes to work. او معمولاً ساعت 8 میرود سر کار. به همین سادگی، به همین زیبایی و شیوایی. قید تکرار پیش از فعل اصلی به کار برده شده. تموم شد و رفت. از توجه و حمایت شما دوستان گرامی سپاسگزاری میکنم. اگر استفاده کردین و چیزی یاد گرفتین، لایک و ساب یادتون نره. ما رو به دوستان خود معرفی کنید و پاینده و سرفراز باشید آقا. در ویدیوهای بعدی خدمتتون هستم. بدرود.